سال 2017 غروب دلگیری در دل جنگل‌های امریکای شمالی، دنیا در چشم یک نوجوان امریکایی جور دیگری خودنمایی می‌کرد. مثل یک مرد امریکایی که روزنامه می‌خواند و شبکه CNN را دنبال می‌کند. مثل کسی که یک چیزهایی از تاریخ خوانده و هر از گاهی سوار ماشین زمان می‌شود و به دل تاریخ می‌زند. نوجوانی که در آن لحظه فکر می‌کرد اگر یک سرخ پوست رئیس جمهور آمریکا بود چه می‌شد. و بعد به پدرش می‌گوید می‌خواهد 1000 و اندی سال به عقب برگردد و یک چیزی را در تاریخ جابجا کند که حالا در سال 2017 در سال انتخابات ریاست جمهوری یک کاندیدا هم سرخ پوست باشد. آن بچه اگر پدر عراقی داشت یا پدر روس و اوکراینی داشت از این خیالات به وجد می آمد. اما پدر امریکایی CNN را خاموش کرد و تصمیم گرفت به جای همه حرفهای روشنفکرانی که کاندیداهای دموکرات به زبان می آورند به ترامپ رای دهد. وقتی اوباما داشت بار و بندیلش را از کاخ سفید جمع می کرد، دنیا مثل 8 سال گذشته، مثل روزی که بوش این کاخ را ترک کرده بود، به رویاها و خیالات آمریکایی ها وقعی نمی نهاد. آمریکایی ها همچنان با مسئله بیمه روبرو بودند. تورم خزنده خیلی آرام داشت خودش را به رخ می کشید. یک زن و چند تا بچه و یک ماشین فورد و کلی قسط بانک برای خوشبخت بودن کفایت نمی کرد. چون چینی ها در آن سر دنیا داشتند زندگی جدیدی را می ساختند و آوازه این زندگی به امریکا هم رسیده بود. آن آوازه بلند، آن بانگ مهیب، در کنار آن که سیستم بانکی امریکا را، نظام پولی و مالی بانک جهانی را و وضعیت حسابهای بانکی مردم امریکا را تحت تأثیر قرار داده بود، رویای تنها خوشبخت روی زمین بودن را در ذهن امریکا دچار خلل کرده بود. این طور شده بود که نوجوان امریکایی به فکر سیاست افتاده بود و ترامپ تنها کسی بود که دستش را می برد بالا و قول می داد که رویای امریکایی را دوباره زنده می کند. او ادعا می کرد می داند که چگونه دست چین را بگیرد و به عقب براند. ترامپ ترس بزرگی بود، تو امان با امیدواری. Now it's time for America to bind the wounds of division, have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. او درست وقتی که همه دنیا داشتن توافق می‌کردند که همه چیز زندگی پول نیست، می‌دانست امریکا به مدد همین پول واقعی، همین اسکناس رنگی، سرزمین رویاها و فرصتها شده است و او کسی نبود که با این موضوع تعارف کند. زندگی زیبای امریکایی مهمترین چیزی است که در ذیل قدرت دلار جریان دارد و کاهش ارزش هر یک از اسکناس‌های زیبای امریکایی به صورت مستقیم کیفیت زندگی و زیست آنها را در سرزمین فرصت‌ها کاهش می‌دهد. دلار یک شب افول نخواهد کرد و چه بسا هیچ وقت به طور کامل ارزش بین‌المللی خود را از دست ندهد. اما این ارز مثل سابق نمی‌ارزد و زندگی امریکایی ها را به یک زندگی معمولی تبدیل کرده است. زندگی معمولی در امریکا بزرگترین هشدار امنیتی برای قاره دور است. ارزش دلار از یک سو به مسائل داخلی امریکا، از سوی دیگر به اتفاقاتی که در اقتصاد جهانی رخ داده و قدرت‌های جدیدی ظهور کردند برمیگردد.
Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. And I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. روزی که ترامپ تلویزیون‌ها را پر از عکس و تبلیغات خود می‌کرد، تولید در امریکا از سرعت افتاده بود و نیروی بیکار هر روز بیشتر می‌شد و کمپین‌های تبلیغاتی و شخصیت خود ترامپ چیزی جز این شعار ناب امریکایی نبود. قسم به دلار که ضامن خوشبختی همه ماست. ترامپ راحت‌تر از چیزی که همه فکر می‌کردند رأی آورد. امریکا روزهایی را سپری می‌کند که دولت‌های دیگر کشورها اعتماد خود را به اقتصاد امریکا از دست دادند. حجم اوراق قرض افزایش پیدا کرده است. قدرت دیپلماتیک امریکا مثل سابق نیست. تراز تجاری امریکا مشخصاً منفی شده و دنیا دارد روزهایی را تجربه می‌کند که نه تنها چین قدرت گرفته و قدرتش را ابراز می‌کند، بلکه از طرفی کم کم قراردادهای بزرگ بین المللی که بیش از 90% قراردادهای حوزه انرژی است را با ارزی جز دلار منعقد می‌کند. این زنگ خطری جدی برای امریکاست، چرا که سفره پترودلار در حال جمع شدن است. امریکا می‌داند جهان به طرف نابودی دلار در حال حرکت است و با این کار دلار امریکا موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی از دست می‌دهد و دیر یا زود نگهدارندگان میلیاردها دارایی وابسته به دلار به فروشندگان آن تبدیل می‌شوند و ارزش دلار سقوطی آزاد را تجربه خواهد کرد. اگر شانس از امریکا روی برگرداند، تورم گسترده، نرخ سود دو رقمی، افزایش فلج کننده هزینه‌های غذا، پوشاک، بنزین و در نهایت سقوط آزاد بازار سهام در انتظار ایالات متحده است. این تهدیدی نیست که امریکا بتواند آن را نادیده بگیرد. پس هر اقدامی را برای فرار از چنین روزی انجام خواهد داد. ترامپ در چنین وضعیتی می‌خواست قدرت را به دلار بازگرداند و امریکا را بار دیگر به عنوان تنها رهبر دنیا مطرح سازد. پس او دست روی چیزی می‌گذارد که دنیا تحت تأثیر آن است: انرژی. ترامپ به محض کسب آرای الکترال ایالت‌های امریکا وقتی که وارد کاخ سفید شد، بی‌درنگ و تعارف با هر قانون و اقدام داخلی و خارجی که شأن و Germany makes a massive oil and gas deal with Russia where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. اتحادیه اروپا به عنوان همپیمان سنتی امریکا و از بزرگترین مصرف کننده های انرژی اولین بازار هدف امریکا خواهند بود. این در حالی است که این کشورها انرژی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند و داد و ستد انرژی در اروپا و روسیه تا جایی پیش رفته که قراردادهای بلند پروازانه برای دستیابی به گاز هرچه ارزان‌تر محقق شده و یا در یک قدمی تحقق قرار دارد. این رویای صدارت امریکای ترامپ جهان را دچار خلل می‌کند. پوتین در طول مدتی که در روسیه به قدرت رسیده، اولویت نخست خود را روی موضوع انرژی متمرکز می‌کند. او می‌خواهد انرژی ارزان را به اتحادیه اروپا برساند و کم کم اروپا را به خود وابسته کند. اما دسترسی روسیه به اروپا از محل اوکراین می‌گذرد و اوکراین پاشنه آشیل پوتین است. اوکراین اهرمی است در دست امریکا که دسترسی‌های پوتین را مدیریت می‌کند. حالا سال 2019 است. درست 14 سال قبل‌تر همه تلاش‌های پوتین برای سیطره بر اوکراین شکست خورد
و او تصمیم گرفت از راه دیگری به اروپا دسترسی پیدا کند. پس ابتکار خط لوله نورد استریم 1 را روی میز اروپا گذاشت. نورد استریم از طریق دریای بالکان و بدون مزاحمت اوکراین گاز را به آلمان منتقل می کند و این یعنی آلمان و اروپا به گاز ارزانتر و پوتین به ثروت مادی و نفوذ عمیق سیاسی بیشتر دست پیدا کرده. زمین بازی امریکا داشت به هم میریخت و اوکراین در این میان بازنده اصلی بود. با افتتاح نورد استریم 1 درآمد حاصل از ترانزیت انرژی برای اوکراین کمتر میشد و اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکش هر لحظه کاهش پیدا میکرد. آغاز ساخت خط لوله افسانه نورد استریم 2 می توانست پایانی باشد برای اهمیت اوکراین در صادرات انرژی روسیه و درآمد حاصل از آن. اما پوتین سابقه چندین دهه تحریم‌های خطوط لوله نفت و گاز را در پس ذهنش نگاه داشته است. حالا در سال 2019 درست وقتی که ترامپ امریکا را به بازار انرژی وارد کرده، زلنسکی کاندیدای طرفدار ارزش‌های امریکایی در اوکراین به قدرت می‌رسد. زلنسکی می‌خواهد جایگاه اوکراین را تثبیت کند. اولین گام زلنسکی برای بهبود اوضاع در گرو افزایش درآمد ترانزیت انرژی روسیه است. پس در دسامبر 2019 نشست 4 جانبه میان او، پوتین، مکرون و مرکل برگزار و رئیس جمهور اوکراین برای احقاق حقوق از دست رفته کشورش دست به کار می شود. نشستی که در کمال ناباوری همگان زلنسکی فاتحانه جلسه را ترک می کند. تضمین صادرات 5 ساله گاز طبیعی از طریق اوکراین به اروپا، پرداخت 3 میلیارد دلار غرامت پیروزی اوکراین بر گازپروم در دادگاه و پایان دادن به درگیری‌های دونباس، نتایجی آنچنان دور از ذهن که حتی خود زلنسکی هم نمیخواست باورش کند. درس‌های تاریخ به پوتین آموخته بود که شاید این آخرین فرصت نزدیکی روسیه به اوکراین باشد. پوتین بزرگترین بهانه تحریم خط لوله نورد استریم 2 را با این امتیازدهی از امریکا میگیرد. اوکراین دیگر مشکلی با خط لوله گاز ندارد، اما ترامپ در تجارت با کسی تعارف ندارد. او می‌خواهد گاز خود را به اروپا بفروشد. تنها چند ساعت پس از امضای قرارداد بین روسیه و اوکراین، ترامپ تحریم‌های بی سابقه ای علیه نورد استریم 2 وضع می‌کند. دخالت امریکا در امور اتحادیه اروپا مقامات اروپایی را ناراحت می‌کند. امریکا استقلال اتحادیه اروپا را نشانه رفته و برای جلوگیری از اروپای مستقل تحریم وضع کرده است. این چیزی نیست که اروپایی‌ها را خرسند کند. ولی آیا اتحادیه اروپا ابتکار عملی جز اطاعت از ترامپ دارد؟ حالا دیگر ترامپ جایگاه روس‌ها را از یک رقیب استراتژیک به یک دشمن تمام عیار در بازار انرژی تغییر داده و سفارایی در برابر پوتین را به یک نظم شبه جنگی در بیاورد. نورد استریم 2 تنها چند هفته مانده به افتتاح عملاً متوقف می شود. اقدامات ترامپ سعی در دور کردن آلمان و اتحادیه اروپا از روسیه داشت و روس‌ها را به سمت چین می‌فرستاد و دوباره تقسیم بندی سنتی تاریخ سیاست را زنده می‌کرد. چرخش به سمت شرق در 2 دسامبر 2019 بسیار مشهود بود. 5 سال و نیم پس از امضای توافقنامه گاز طبیعی در شانگهای، خط لوله عظیم 3000 کیلومتری قدرت سیبری آغاز به کار کرد. متخصصان شیرالات را باز کردند تا تأمین گاز چین برای زمستان آغاز گردد. با شروع جریان گاز پوتین گفت
این اتفاق واقعی تاریخی است، نه تنها برای بازار جهانی انرژی، بلکه بیش از همه برای دو کشور روسیه و چین. Подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этих проектов, потому что китайская экономика растет, она требует, соответственно, увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста. Ничего более надежного, мне кажется, что это очевидная вещь, ничего более надежного, чем поставки из России. اکنون انرژی بخش مهمی از رابطه جدید جغرافیایی سیاسی بین روسیه و چین شده است. رابطه‌ای که زمانی مبتنی بر مارکس و لنین بود، اکنون در نفت و گاز پایه‌ریزی شده است. چند دهه قبل، درست زمانی که اعلامیه انحلال اتحاد جماهیر شوروی منتشر شد، رونالد ریگان بزرگترین پیروز بازی شرق و غرب و نماد زندگی امریکایی بود، نماد پول و مصرف. امریکا قبل از آن که اعلامیه فروپاشی شوروی منتشر شود، با همین نماد پول و مصرف شوروی را به زانو درآورد. ماشین‌های بزرگ امریکایی در برابر ماشین‌های کوچک روس‌ها، کالاهای پرزرق و برق امریکایی در برابر کالاهای محقر روس‌ها و در نهایت رویای زندگی امریکایی که آینده را به ارمغان می‌آورد در برابر آن زندگی سخت و مشقتبار در شوروی. باز هم تاریخ به عقب برگشته است و ترامپ این دوگانه را هر لحظه شدت می‌بخشد و بر موجی از خاطرات دوران شکوه سوار می شود. اتفاقاً همه چیز فراهم بود تا ترامپ دوران ریگان را احیا کند. اما یک مؤلفه در نظم دنیای نوین تغییر کرده است. مؤلفه‌ای به نام چین. ترامپ می‌دانست که روس‌ها دشمن جدی نیستند و از تاریخ امریکا و روس صرفاً خاطرات پیروزی امریکایی‌ها به کار می‌آید. اما چین برای لحظه به لحظه مقابله با امریکا برنامه مشخص دارد و برنامه‌هایش را همچون یک مبارز سبک تایچی نرم و آرام پیش می‌برد. چین از یک سو برنامه‌های اقتصادی، از سوی دیگر برنامه‌های اقتصاد سیاسی را دنبال می‌کرد و همه عملکردش یک ویژگی خطرناک به دنبال داشت. چین با معاهده‌های متفاوت اقتصادی کشورهای دیگر را وابسته امنیتی و سیاسی می‌کند و در این فضا اگر ترامپ دیر بجنبد، فرصت‌های بازگشت به صدارت دنیا را از دست داده و رویای میلیون‌ها امریکایی را نابود خواهد کرد. چین به آرامی قدرت گرفته و از درون بزرگ شده بود. در این مدت رشد چین به اقتصاد، سیاست و امنیت محدود نمی شود. آنها امریکا را در معرض یک رویداد بزرگتر قرار دادند. چین در حال باز تعریفی از فرهنگ خود است. فرهنگی که صرفاً گذشته خودشان را نمایندگی نمی کند و از سوی دیگر کپی فرهنگ امریکایی نیست. چین حالا چین دیگری است. سبک زندگی چینی جذابتر از قبل در فضای مجازی منتشر می شود. چینی ها با عزت نفس بیشتری شرایط زیست خود را تبلیغ می کنند. آنها حتی صنعت زیبایی را که پیش از این فقط زن امریکایی در آن زیبا بود تحت تأثیر قرار داده و رخساری چشم بادامیشان را به رخ می کشند. ترامپ برخلاف دوران ریگان که صرفاً با شوروی پوسیده سر و کله میزد، رقیب سفت و سختی را در پیش رو می بیند. راهکارهای گذشته برای رفع مشکلات کنونی کاری نیستند.
اما همه مشاوران و کارشناسان روی یک موضوع اتفاق نظر دارند. امریکا برای رویارویی با معضل جدید باید وضعیت اقتصاد داخلی را سامان بخشیده و ماجرا را از درون مدیریت کند. اولین اقدام ترامپ وضع تعرفه‌های سنگین‌تر برای کالاهای چینی است. کالاهای چینی باید از فیلترهای مالیاتی سنگین‌تری عبور کنند تا به بازار امریکا بیایند. این یک مژدگانی بزرگ به سرمایه داران امریکایی به شمار می رود. تولید کنندگان داخلی امریکا با وجود تعرفه‌های سنگین برای کالای چینی می توانند رقیب ارزان خود را پس بزنند و تولیداتشان را در بازار امریکا راحت تر از قبل بفروشند. همین یک اقدام ترامپ وضعیت استخدام نیروی کار را سر و سامان بخشید و بارقه های امید را در جغرافیای اقتصادی امریکا بار دیگر دمید. هرچند این اقدامات در کنار احیای صنعت نفت و گاز بود، با این همه کارشناسان و مشاوران ترامپ متوجهند که دستاوردهای جدید موقتی‌اند. چین در آن سوی کره خاکی با اقداماتی بسیار جسورانه تر و پیچیده تر در حال عبور از امریکا قرار دارد. یکی از آن برنامه‌های جسورانه و پیچیده پروژه کمربند و جاده است. هدف این پروژه ایجاد یک شبکه گسترده از زیرساخت‌ها، مسیرهای حمل و نقل و همکاری‌های اقتصادی بین بیش از 140 کشور در سطح جهانی است. چین سالیان سال برای تحقق رویای کمربند و جاده زیرساخت درست کرده و اقدامات متنوعی را ترتیب داده است. این کشور 30% از کالاهای مصرفی کل دنیا را تولید می کند و مالک یکی از بزرگترین تکه های کیک اقتصاد دنیاست. همین موضوع نه تنها ثروت چین را افزایش داده، بلکه بر عمق نفوذ آنها در بسیاری از کشورها افزوده است. علاوه بر قدرت تولیدی که چین دارد، این کشور در طول 3 دهه در کشورهای بسیار زیادی سرمایه گذاری‌های کلانی را انجام داده و با این سرمایه گذاری‌ها قدرت خود را تکثیر کرده است. سیاست چین برای توسعه دقیقاً برخلاف استراتژی امریکا برای رهبری جهان است. امریکا با اولویت توسعه سیاسی کشورگشایی می‌کند. کشور مقصد قبل از آن که از رفاه امریکایی برخوردار شود، ابتدا باید ارزش‌های کدخدای جهان را رعایت کند. این در حالی است که چین ابتدا موضوع رفاه را مطرح می‌کند و برای ایجاد آن سرمایه فراهم می‌کند و به شرایط سیاسی و ارزش‌های حاکم بر هر کشور کاری ندارد. همین موضوع باعث شده است که نه فقط کشورهای شرقی، بلکه کشورهای توسعه یافته که از دخالت‌های امریکا در جزئیات حکمرانی به سطوح آمده‌اند، چین را به عنوان یک شریک بالقوه زیر نظر داشته باشند. اگر زمانی آلمان، ژاپن یا امریکا زیبا و فریبنده در چشم دنیا بودند، حالا چین در حال فریبایی و درخشندگی قرار دارد. او در آرامش تمام استراتژی کلانی را چیده و برای تحقق هر کدام از گام‌ها اندازه یک جهان صبر پیشه می‌کند. آنها قبل از رویا پردازی در دنیای ذهنی خود با واقعیت‌ها کنار می‌آیند. چینی‌ها به جای آنکه روی پروژه فروپاشی امریکا سرمایه گذاری کنند، روی تضعیف این ابرقدرت تمرکز کردند. آنها به خوبی واقفند نظمی که امریکا در طول 1 قرن ایجاد کرده است با خیال پردازی بر نمی افتد. پس پروژه های طولانی مدت خود را با اشراف کامل بر واقعیات بنا گذاشتند. همین پروژه کمربند و جاده که با تمرکز بر انرژی، زیرساخت‌ها و حمل و نقل در حال بناست، بعد از ایجاد یک بستر مالی تو در تو مطرح شده است که ارزش کلی آن بالغ بر 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
مقیاسی که قبلا دیده نشده و با در نظر گرفتن ارزش امروزی دلار حداقل 7 برابر بزرگتر از طرح مارشال، ابتکار عمل امریکا برای بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است. چینی‌ها بعد از تغییر موازنه تولید کالا به نفع خود، سبد دارایی‌های خود را با سرمایه گذاری مستمر در کشورهای استراتژیک افزایش دادند. یکی از نتایج سرمایه گذاری‌های چین در کشورهای مختلف قدرت گرفتن و رواج یوان است. چین بازی پیچیده‌ای با دلار آغاز کرده. آنها مخالف دلار نیستند، اما طوری یوان را تقویت می‌کنند که جا برای عرضه دلار بسیار محدود باشد. چین یکی از بزرگترین ذخایر دلار را دارد و از سرمایه گذاران بزرگ امریکا محسوب می شود. مراودات تجاری پیچیده‌ای با شرکت‌های بزرگ امریکایی دارد و منافع شرکت‌های امریکایی را تأمین می کند. چین نه تنها منافع بسیاری از کشورهای مختلف در قاره‌های گوناگون را به وجود خود گره زده است، بلکه حتی منافع اقتصاد امریکا نیز در گرو سلامت اقتصاد چین است. ترامپ آنچه پیش رو دارد جنگ خاموش با اضلاع بسیار زیاد است. چین بازی را طوری پیش برده است که رویارویی مستقیم منتفی است و ترامپ باید از گزینه‌های دیگر استفاده کند تا حداقل سرعت توسعه چین به تعویق بیفتد. یک بار یکی از طرفداران بزرگ فروید گفته بود که طبیعی است امریکا از فروید و فروید از امریکا بدشان بیاید. امریکایی‌ها می‌خواهند خیلی خوشبخت باشند، اما نمی‌خواهند آن را خلق، بلکه می‌خواهند آن را تصاحب کنند. چین بوی خوشبختی می‌دهد، اما بوی خوشبختی چینی‌ها متفاوت است. آنها هنوز آدم‌های قلمئی و لاغرند و صبح تا شب می‌دوند و تلاش می‌کنند. آنها می‌خواهند با روش خودشان رهبر دنیا باشند. اوکراین دروازه ورود چین به اروپا است. چینی‌ها به محض استقلال اوکراین در 1992 روابط دیپلماتیک خود را با این کشور افزایش دادند. سال 2011 هو جینتائو رئیس جمهور وقت چین به اوکراین سفر کرد و چین به یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اوکراین تبدیل شد. در ژانویه 2017 رئیس جمهور پورشنکو با رئیس جمهور شی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در مورد همکاری در BRI، همان پروژه افسانه‌ای کمربند و جاده، رایزنی کردند. حجم تجارت دو کشور در سال 2019 به حدود 14 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشد نسبت به سالهای گذشته بود. اوکراین به بزرگترین تأمین کننده غلات برای چین تبدیل شد و درآمد کشاورزان و تولید کنندگان اوکراینی افزایش پیدا کرد. چین تا قبل از جنگ اوکراین و روسیه بیش از 7 میلیارد دلار در اوکراین سرمایه گذاری کرد. حالا اوکراین یکی از مشتاق‌ترین کشورها برای همکاری با چین برای اجرای پروژه کمربند و جاده است. یک روز وقتی دیپلمات‌های چین، امریکا، اتحادیه اروپا و روسیه دنبال کلمات جدیدی بودند که روابطشان را بهبود ببخشند، قیامت شد. آنچه رخ داد یک جنگ هسته‌ای نبود. هیچ بمبی در هیچ کجای جهان منفجر نشد، اما همه دنیا مجبور شدند در مغازه‌ها را ببندند، کسب و کارها را تعطیل کنند، هر گونه فعالیت اجتماعی را محدود کنند و به خانه‌ها برگردند، در حالی که درهای خانه باید بسته بماند. دنیا به بیماری عجیب کووید 19 مبتلا شده است. قصه دنیا همیشه آغشته به قصه های رازآمیز است. هیچ قصه‌ای در جهان وجود ندارد که
که در اواسط آن اتفاقات عجیب رخ ندهد. کووید 19 راز سر به مهر قصه ترامپ و بازسازی امریکاست. او ابتدا در برابر پذیرش این واقعیت تلخ سر باز زد. اما مگر در برابر مرگ می شود ایستاد؟ مرگ داشت در خیابانها راه می رفت و نه از توپ، نه از تفنگ و نه از تانک کاری ساخته نبود. ترامپ وسط فیلمی از هالیوود بود، فیلمی که در آن مرگ به شهر یورش برده است. کووید 19 تعطیلی همه چیز است جز سیاست. پاندمی کرونا اگرچه توانست سرعت رویدادها را در سطح روابط بین الملل کاهش دهد و حتی در یک جاهایی تعلیق کند، اما اتفاقها اگر زمان خودشان روی ندهند در آینده با شدت بیشتری محقق می شوند. در شرایطی که زندگی به معنای واقعی آن نیمه تعطیل شده بود، تجارت چین و اروپا رکوردهای جدیدی را میزد. سفرها در سامانه ریلی BRI که کالاهای چین را به نقاط مختلف اروپا حمل می‌کرد، از 1900 سفر در سال 2016 به 14000 سفر در سال 2021 افزایش یافت. ارزش کالاهای حمل شده توسط این قطارهای باری نیز از 8 میلیارد دلار در سال 2016 به 75 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت. دیگر عملاً راهی برای توقف اژدهای چینی باقی نمانده بود و امریکا حیران این پیشروی را تماشا می‌کرد. 40% از حجم این تجارت عظیم از طریق خطوط ریلی بود که از خاک روسیه و اوکراین عبور می‌کرد. در ژوئیه 2021 چین و اوکراین توافقنامه‌ای را برای تقویت همکاری در زیرساخت‌ها امضا کردند و طبق گزارش‌ها رئیس جمهور زلنسکی در تماس تلفنی به شی تأکید کرد که اوکراین می‌تواند به دروازه چین برای اروپا تبدیل شود. امریکا در زمین اوکراین هم خود را بازنده می‌بیند. چین و روسیه در حال تغییر معادلات جغرافیایی سیاسی اند و برای دلار نقشه‌های شومی دارند و به زودی روسیه کنترل 40% از انرژی اروپا را در دست خواهد گرفت. در نگاه امریکا، اوکراین قربانی است که چشم بد چین و روسیه را می‌تواند از آینده امریکا دور نگاه دارد. This big Brzezinski's famous statement makes no geopolitical sense whatsoever, but it was clever that without Ukraine, Russia's a normal state. With Ukraine, it's an empire. This became the kind of ideological justification that then we would have a tamed Russian bear who would do our biddings, but as long as they're allied with or control Ukraine, Russia will be an empire. در 10 نوامبر 2021 امریکا دست روی نقطه ضعف تاریخی اوکراینی‌ها و پاشنه آشیل روسیه می‌گذارد. زلنسکی و بایدن پشت میزی می‌نشینند که روی آن معاهده موسوم به معاهده اقدام مشترک قرار دارد که پیوستن اوکراین به ناتو مهمترین بند آن است. حدود 20,000 سرباز ناتو تا قبل از 2021 بزرگترین سفارای نظامی بعد از جنگ جهانی دوم را در کشورهای هم‌مرز با روسیه انجام دادند. اگر اوکراین هم به ناتو بپیوندد، فاصله موشک‌های ناتو تا کاخ کرملین کمتر از 5 دقیقه خواهد بود. اکنون کل دنیا در سال 2022 در وسط گدازه‌های سیاسی که پوتین را ناگزیر از حمله به اوکراین کرده نفس می‌کشد. نفت و گاز گران شد، قیمت مواد غذایی سر به فلک کشید، اقتصاد اوکراین نابود شد. میلیون‌ها نفر آواره شدند و اوکراین در منجلابی گرفتار شد که سالها بیرون آمدن از آن زمان خواهد برد.
فرو رفتن اوکراین در منجلاب جنگ به معنای قطع دسترسی چین به اروپا از مسیر روسیه و اوکراین است و وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه تأثیر مستقیمی بر بزرگترین متحدش یعنی چین دارد و ارتباط آنها را با اروپا مختل می‌کند. تماشاگر این کارزار قدرتمندانند. اوضاع جهان خوب نیست. هیچ کس این جنگ را نمی‌خواهد. سیاستمداران امریکایی کتاب تاریخ را خوب ورق می‌زنند. سال 1982 خاطره‌ای بسیار پررنگ به آنها چشمک می‌زند. شوروی خط لوله گاز سیبری را با سرعت هرچه تمامتر توسعه می‌دهد که به یک بار این خط لوله منفجر می‌شود. انفجار خط لوله انتقال گاز شوروی به اروپا به اندازه‌ای وسعت دارد که کارشناسان معتقدند هیچ انفجاری به جز انفجار اتمی هیروشیما به این اندازه وسعت نداشته است. امریکا و CIA بالاخره خرابکاری برای انفجار آن خط لوله را پذیرفتند. اما نه تنها شوروی هرگز غرامتی بابت آن خط لوله دریافت نکرد و دیگر احیا نشد، بلکه حالا کشوری به نام شوروی از نقشه جهان حذف شده است. روزهای 24 و 25 سپتامبر در حالی که همه سیاستمداران تلاش می‌کردند پوتین را آرام و از سنگ‌اندازی زلنسکی جلوگیری کنند، گزارش‌هایی از نشتی خطوط لوله نورد استریم 1 و 2 به گوش می‌رسد و 26 سپتامبر هر دو خط لوله منفجر می‌شود. این انفجار در ابتدا اروپا را وارد بحران انرژی می‌کند. حالا اگر جرأت دارند به بازسازی رابطه خود با روسیه فکر کنند، یعنی امریکا اینجا ایستاده است. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring it in. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you we'll be able to do it. امریکا تنها راه تأمین انرژی برای اتحادیه اروپا است و اروپایی ها هیچ علاقه‌ای به تکرار خاطرات جنگ جهانی ندارند. آنها پاپس می‌کشند. قراردادهای جدیدی بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی در زمینه تأمین انرژی امضا می‌شود و صادرات گاز مایع امریکا در سال 2022 140% نسبت به قبل از شروع جنگ رشد می‌کند. دنیا روزهایی را سپری می‌کند که مرز خیال و واقعیت جابجا شده است. امریکا یک روز برای آنکه میخ سلطنت خود را بر جهان بکوبد، فراتر از مرزهای واقعیت و با توهمی از تهدید، بمب اتم را بر سر ژاپنی‌ها انداخت. حالا امریکا آرزو می‌کند این بار پوتین دکمه خیال و واقعیت را بزند و بمب اتم را رها کند تا دنیا تصاویر پایان جنگ جهانی دوم را در آغاز سومین جنگ جهانی به یاد بیاورد.